بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب و صحتمند و سرحال باشین و شاگردانی که در صنف با ما حضور دارن خوب و صحتمند باشن. خوب هستین شاگردا؟ بخیر آمدین؟ بسیار خوب. امروز تعلیم تربیت اسلامی درس 32 صفحات 84 الی 85 کتابتان هست و موضوعات جدید را امروز هم میخوانیم و قبل از او خوب است یک مرور به درس گذشته خود هم داشته باشیم که در درس گذشته روی کدام موارد صحبت کردیم. درس گذشته ما بیعت عقبه دوم بود که مواردی را که در درس شامل می شد را هم براتون گفتم که اظهار کعب بن مالک انصاری در مورد بیعت عقبه دوم، اظهار حضرت عباس رضی الله عنه راجع به عظمت و مسئولیت بیعت، فقره های بیعت که متشکل از کدام فقره ها بودن و در مورد موقف قاطعانه بیعت کنندگان هم صحبت کردیم، ولی در قسمت آخر با شروط و فواید درس هم آگاهی حاصل کردیم که این درس به ما چی فایده هایی را میرسانه. گفتیم که در عقبه دوم که در مراسم حج سال 13 بعثت در قافله قرع مشرکین یثرب در حدود 70 تن از مسلمان ها به خاطر ادای مناسک حج آمده بودند و در اون قسمت مسلمان ها با رسیدنشان به مکه مکرمه رابطه بسیار سریع با پیامبر صلی الله علیه و سلم برقرار کردن و اونها در میان خود یعنی صحبت های هم میکردن تا ای که این بیعت به وجود آمد. و در رابطه با تشریف آوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم صحبت کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم با کاکایش که هنوز دین خود را ترک نکرده بود یعنی به اسلام مشرف نشده بود وارد مجلس میشه و عباس رضی الله عنه هم به خاطر ای که احترام بگذاره به تصمیم پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مجلس میشه. فقره های بیعت را هم خواندیم که این فقره ها شامل کدام موضوعات بود و چی موضوعات را در بر می گرفت و در قسمت فواید درس ما هم میره خواندیم که رهبران باید در تصامیم بزرگ نظر و موافقه نمایندگان را هم داشته باشه. زمانی که موافقه میکنن نظر وجود داشته باشه بتونن به شکل خوب و درست و پیش بروند. رهبر باید با شهامت باشه و با مردم خود راست و حرف مستقیم پیش بره یعنی دروغ در بین آنها وجود نداشته باشه. اینها همش مواردی بود که ما در درس گذشته خواندیم و حال درس جدید ما تعلیم و تربیت اسلامی صنف 8 درس 32 صفحات 84 الی 85 کتابتان هست. بسیار دقت کنین، موارد را که نمیفهمین هم یادداشت بکنین و تا اینکه در جریان درس یا در ختم درس سوال بکنین تا اینکه مشکل شما هم باقی نمانه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. درس گذشته را براتون مرور کردم و امروز موضوع درس ما هم ظلم تاریکی هست. عنوان درس ما ظلم تاریکی هست و در قسمت درس اهداف شامل میشه که امروز این اهداف را میخوانیم. لفظ عربی حدیث هست، معنای کلمات هست، معنای حدیث شریف هست، حکمت و فواید است و در قسمت آخر فواید حدیث شریف را هم میخوانیم که این درس بر ما چی فایده های را میرسان. و در ابتدا شما لفظ عربی حدیث را هم دارین که لفظ عربی را براتون میخوانم، بسیار زیاد دقت بکنین. ان عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال الظلم ظلمات یوم القیامه متفق علیه. دوباره براتون حدیث شریف را لفظ عربی حدیث را میخوانم، دقت داشته باشین. ان عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم قال الظلم ظلمات یوم القیامه متفق علیه. و لفظ عربی حدیث براتون خواندم، خدا کنه که مشکل باقی نمانده باشه. حالا متوجه باشین به این که معنای کلمات هم بفهمین که معنای کلمات چی هست. از ظلم و جفا نمودن و از حد گذشتن. ظلمات تاریکی ها مراد دشواری ها و سختی ها هست. دوباره براتون میخوانم از ظلم و جفا نمودن و از حد گذشتن. ظلمات تاریکی ها مراد همون دشواری ها و سختی ها هست. خدا کنه که کلمات را هم فهمیده باشین و مشکل باقی نمانده باشه. در قسمت حدیث ما راوی هم داریم که این حدیث را کی و کدام شخصیت را روایت کرده.
راوی این حدیث عبدالله بن عمر بن الخطاب القریشی هست که یک صحابی جلیل قدر هست که در مکه مکرمه در طفولیت مسلمان میشه و به مدینه منوره با پدرش یک جا هجرت میکنه. از جمله مجتهدین فقهای صحابه کرام می باشند. بیش از 2500 حدیث را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرده و او به تقوا و پابندی به سنن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهرت داره. بر سن 83 سالگی در سال 73 هجری در مکه مکرمه وفات کرده. راوی حدیث هم شناختین، معنای حدیث شریفه بفهمیم. از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ظلم تاریکی هست. ظلم تاریکی ها و مشقت های روز قیامت هست. در مورد از اینکه این حدیث معنایش چی هست در لابلای درس براتون موضوعات هست که در رابطه با ظلم و اینکه چگونه از تاریکی های روز قیامت هست صحبت میکنیم. حکمت حدیث شریف چی هست؟ یعنی ما هر حدیث شریف را که میخوانیم برگرفته شده است. حکمت فوایدش هم هست. به خاطر از اینکه ما وقتی که وارد علم حدیث میشیم یک موضوعی را میخوایم بفهمیم که واقعا داخل موضوع شویم، حکمتش را باید بفهمیم، فواید درس را بفهمیم و بفهمیم که این درس برگرفته شده از کدام موضوعات است. به خاطر از این ما از حکمت حدیث هم صحبت میکنیم. حکمت حدیث چی هست؟ ظلم باعث ایجاد و انتشار خشونت و دشمنی و کینه های بسیار زیاد طولانی مدت در بین افراد میشه که آرامش مردم و سکون مردم و جامعه را از بین میبره و قسم جامعه را بر انسان ها عیار میسازه که دیگه توانایی زندگی کردن بر انسان ها سخت تمام میشه. پس لازم هست که از وقوع هر نوع ظلم جلوگیری صورت بگیره و ظالم از ظلم دست برداره و حتی اگر از ظلم خود دست بردار نشد در این صورت او همون جزایی را که بهش خداوند متعال تعیین کرده را برش در نظر گرفته و نصیبش میکنه. ما در مورد ظلم و اینکه ظلم چقدر مضر هست و میتونه افراد را بسیار زیاد جامعه را هم نارام بسازه، نه تنها افراد را بلکه جامعه ها، خانه ها و قریه ها را حتی شهرهای مکمل را میتونه در نارامی قرار بده. سوال داره شاگرد عزیز ما. کریمه جان سوال داری؟ سوال چی هست؟ ظلم یک عمل زشت است. آیا میتواند انسان را تباه کند؟ بسیار خوب. کریمه جان سوال کرده که ظلم که یک عمل بسیار زیاد زشت است میتونه انسانها را تباه بسازه؟ بسیار یک سوال خوب کردی. ما در رابطه با ظلم صحبت کردیم و ای که ظلم چی امورات را در پی داره و در قبال داره را هم گپ زدیم و حال هم بیره میگم که بله ظلم خودش یک عمل بسیار زیاد زشت و بد هست و حتی گفتیم ای که جزای خود را کسی که ظالم هست اگر از ظلم خود دست بردار نشه خداوند متعال جزای از او شخص را تعیین کرده و جزایش میته و حتی افرادی که ظلم میکنن باعث میشه که جامعه، فرد و خانواده ها در نارامی زندگی بکنن و حتی این باعث میشه که نه تنها خودشان را تباه میسازن بلکه افراد دیگری را هم تباه میسازن. و در قسمت از این که زمانی که اینها تجاوز میکنن بر مال افراد، زورگویی میکنن و یا هر مورد دیگه‌ای که اینها انجام میدن ظلم هست و این ظلم میتونه که بسیار آزار و اذیت برسانه به مردم. و در قسمت از این که افرادی که مالهای مردم را یا یکی مال دیگه را به ظلم غصب میکنن این هم بالای فرد دیگه ظلم کرده به خاطر از اینکه مال حرام را گرفته، چون او مال صاحبش این شخصی که ظلم کرده صاحبش نبوده، مال را به زور غصب کرده و این باعث شده که امو حق و حقوقی را که شخص مقابل داره را از پیشش بگیره به ناحق و این خود ظلم باعث میشه که هم جامعه، هم فرد و هم یک کشور را تباه بسازه و میتونه که بسیار زیاد ریشه قوی داشته باشه و اگر افرادی که وجود داره از ظلمش جلوگیری صورت بگیره یعنی اجازهش نده که ظلم بکنه در این صورت میتونیم که یک جامعه خوب مرفه هم داشته باشیم. و در خدا کنه که جواب سوال تا هم گرفته باشی و مشکل باقی نمانده باشه. میاییم به طرف درس و این که فواید درس چی هست. این درس بر ما کدام فواید را میرسانه؟ تحریم ظلم یعنی حرام بودن ظلم.
ظلم کردن و تجاوز به جان، مال و آبروی دیگران حرام بوده و گناه بسیار بزرگ است. زمانی که من پیشتر هم براتون گفتم در مثال پیشتر، اگر ما بالای شخص ظلم میکنیم، تجاوز میکنیم، مالش به ناحق میگیریم، آبرویش از بین میبریم، اینها همه موارد هست که ظلم هست و نباید در یک جامعه انجام شود. نباید یک شخص ظلم را بالای فرد دیگه انجام بده و گفتیم که حرام قرار داده شده ای که ما بالای شخص دیگه ظلم بکنیم و گناه بسیار زیاد بزرگ هم هست. و در رابطه با یا مورد دوم فواید ما این هست که ظالم جزای ظلم را حتما در روز قیامت میبینه. شخصی که به حقوق دیگران تجاوز میکنه خداوند او را نمیبخشه. یعنی حق حقوق کس دیگه را به ناحق گرفتن، این نشان میده بر ما که خودش حق شخص نبوده بلکه حق کس دیگه را به زور گرفته و ما میفهمیم که یک گناه بزرگ را انجام داده و خداوند متعال هم حق دیگران را نمیبخشه. و حتی ای که گفتیم اگر حقوق کس را سلب میکنیم، مردم را به قسم وادار میکنیم که اگر ما را در مقابل کسی که اگر ظلم کرده دستش بگیریم و کمکش بکنیم، یعنی از اون حالت ظلم نجاتش بدیم، خداوند متعال بر ما هم اجر نصیب میکنه و هم ای که فساد در جامعه کم میشه. زمانی که اگر جلوی ظلم و ستم گرفته میشه، اینجا هست که فساد در جامعه وجود نمی داشته باشه، افراد به بسیار آرامی و سکون در جامعه زندگی میکنه و این باعث میشه که هر کدام به مو اهداف بسیار بلندی که داریم هم برسیم. به خاطر از اینکه جامعه آرام هست، امنیت وجود داره، ظلم و ستم بر یکدیگر نیست. شاگردای عزیز، درس را اینجا تمام میکنیم. شما سوال ندارین؟ نه. بسیار خوب، پس درس را فهمیدین. بسیار خوب است. پس درسمان را یک جمع‌بندی میکنیم که از این درس امروز ما چی موضوعات را فهمیدیم و کدام نکات اشاره کردیم. در رابطه با ظلم تاریکی هست صحبت کردیم که لفظ عربی حدیث بود که براتون خواندم، معنای کلمات بود، معنای حدیث شریف بود و در قسمت آخر حکمت و فواید درس را هم یاد گرفتیم. این که ما وقتی که یک حدیث را میخوانیم، راویش را میشناسیم، معنای حدیث شریف هم میفهمیم، این بر ما بسیار زیاد خوب است و با موضوعات جدید را هم یاد میگیریم. و در قسمت حکمتش هم بر شما گفتم که باعث میشه که خود ظلم و ستم باعث ایجاد بسیار زیاد کینه ها، کدورت های بسیار زیاد طولانی، حتی باعث انتقام گیری میشه. و زمانی که افراد یکی بر دیگر ظلم میکنن، زمینه انتقام گیری را مساعد میسازه و این یک گناه هست و گناه بزرگ و باید در جامعه ها از ظلم کردن به افراد، از ظلم کردن در حق یکدیگر خود را دور بسازیم تا اینکه یک جامعه با امن و آرامش داشته باشیم. و شاگردای عزیز، درس امروز اینجا به پایان میرسانیم و در قسمت آخر شما یک کارخانگی هم دارین. کارخانگیتان را نوشته بکنین، فواید درس را بنویسید. دوباره براتون تکرار میکنم، فواید درس را بنویسید. این هم بود کار خانگیتان. شاگردای عزیز، با دقت حل بکنید و درس امروز اینجا به پایان میرسانیم تا درس بعدی. خداوند نگهدار هر یک شما باشه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.